سلام و وقت بخیر به خبرهای خوب این هفته خوش آمدید. قرارداد اعمار بند شاهدود در منطقه لالندر ولایت کابل میان جمهوری اسلامی افغانستان و کشور هندوستان به امضا رسید. اداره ملی تنظیم آب کشور میگوید این بند 4000 هکتار زمین زراعتی را آبیاری و آب آشامیدنی 2 میلیون نفر را تامین میکند که 92 متر ارتفاع و 60 متر عرض دارد و کار آن به مدت 6 سال تکمیل خواهد شد. سروی توپوگرافی میدان هوایی لوگر تکمیل شد. مقامات میگویند این میدان هوایی که از بزرگترین میدانهای هوایی در سطح کشور به شمار میرود در 20,000 جریب زمین در ساحه دولت قلعه مربوط ولسوالی محمد آقا اعمار میگردد که امور توپوگرافی آن از سوی مسئولین ملکی و نظامی و انجینیران تکمیل گردید. قرار است 2 میلیارد دلار هزینه ساخت این میدان هوایی شود و تا سال 2035 اعمار گردد. نخستین محموله واکسن کرونا ساخت کشور هند که از سوی این کشور به افغانستان کمک شده است به کابل رسید. این محموله شامل 500,000 دوز واکسن کرونا می باشد که قرار است با این مقدار 250,000 تن واکسن شوند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی گفته است که نخست باید پرسنل صحی و نظامیان این واکسن را دریافت کنند. روند صادرات میوه خشک افغانستان به کانادا آغاز شد. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و مالداری میگوید 14 نوع میوه خشک به ارزش 500,000 دلار به کانادا صادر شد. وی میگوید این محصولات از طریق ترانسپورت زمینی از راه ازبکستان و ترکیه به کانادا صادر شده است. به گفته آقای رستمی این میوه را شرکت خصوصی راسفورد صادر کرده و امیدواری ها برای این است که بخش خصوصی سرمایه گذاری را در این بخش بیشتر سازد. قرار است عربستان سعودی یک باب شفاخانه فوق تخصص، یک باب شفاخانه سرطان، یک وارد قلبی و 10 پلیکلینیک را در افغانستان اعمار نماید. وزارت صحت عامه میگوید این موضوعات در دیدار میان دکتر وحید مجروح سرپرست این وزارت با سفیر عربستان سعودی مطرح شده و دو طرف در این دیدار در مورد اثرگیری کار ساختمان شفاخانه فاطمه الزهرا در ولایت ننگرهار و آموزش 100 قابله در این ولایت بحث نمودند. جاسم خالدی سفیر عربستان سعودی گفته است که پول برای تکمیل کار شفاخانه فاطمه الزهرا موجود است. آبگیری بند شاه و عروس در ماه حمل سال پیشرو آغاز خواهد شد. بند آبگیری و تولید برق آبی شاه و عروس در ولسوالی شکردره ولایت کابل موقعیت دارد. اداره ملی تنظیم آب کشور میگوید این بند ظرفیت تولید 1.2 مگاوات برق، تامین آب زراعتی برای حدود 2700 تا 3500 هکتار زمین زراعتی، ایجاد اشتغال و تهیه آب آشامیدنی برای اهالی منطقه و شهر کابل را دارد که هزینه ساخت آن 48.15 میلیون دلار آمریکایی است که از سوی دولت جمهوری اسلامی افغانستان پرداخت می‌گردد و با تکمیل شدن پروژه ساخت و ساز بند شاه و عروس 3500 خانواده به صورت مستقیم از مزایای آن بهره مند خواهد شد. پروژه برق آفتابی برای آبیاری 20,000 جریب زمین کانال در ننگرهار به بهره برداری سپرده شد. مقامات محلی میگویند این پروژه با کمک 143 میلیون افغانی بانک آسیایی تطبیق شد که در این پروژه 3617 سولر آفتابی نصب شده و زمینه آبیاری 20,000 جریب زمین فراهم خواهد شد. وزارت زراعت میگوید حدود 80 فارم ماهی پروری در بلخ فعالیت دارد. بر اساس معلومات این وزارت در این فارم ها سالانه حدود 150 متریک تن گوشت ماهی تولید می شود که این مقدار کمتر از 10% گوشت مورد نیاز مارکت را فراهم می کند. و وزارت معارف میگوید ساختمان 10 مکتب در ولایت زابل به بهره برداری سپرده شد. مقامات این وزارت گفتند که مشکل سرپناه صدها شاگرد با ساخت ساختمان‌ها برای مکاتب حل شده که مردم محل نیز از آن استقبال کردند. ممنون از توجهتان به خبرهای خوب این هفته. تا بعد، خدا نگهدار.